صبر فاطمه خداوند از او راضی باد. الحمدلله و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از انس خداوند از او راضی باد روایت است که چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بیمار شدند، شدت سکرات برایشان پیدا می شد. فاطمه خداوند از او راضی باد گفت: وای بر این رنج و سختی که بر پدرم است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: بعد از امروز بر پدرت رنجی نیست. چون ایشان وفات کردند، حضرت فاطمه خداوند از او راضی باد گفت: ای پدرم که دعوت پروردگارش را اجابت نمود، ای پدرم که جنت الفردوس جایگاه اوست، ای پدرم خبری وفاتش را به جبرائیل علیه السلام می رسانیم. و در دوام حدیث راوی می گوید: و چون پیامبر صلی الله علیه و سلم دفن گردید، فاطمه خداوند از او راضی باد گفت: آیا برایتان خوش گذشت که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم خاک ریختید؟ روایت بخاری. دوستان عزیز، اکنون بیایید شرح حدیث را ببینیم. راوی حدیث حضرت انس هستند، خداوند از او راضی باد. میگوید که وقتی که شدت بیماری زیاد شد و پیامبر از این شدت رنج میکشید، فاطمه دخترشان خداوند از او راضی باد گفت: وای بر این رنج و سختی که بر پدرم است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند: بعد از امروز بر پدرت رنجی نیست. یعنی بعد از وفات بر پدرت دیگر رنجی نیست. همه آن رنج هایی که بود تا امروز است. و راوی انس خداوند از او راضی باد میگوید: چون پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند، فاطمه خداوند از او راضی باد گفت: ای پدرم که دعوت پروردگارش را اجابت نمود. یعنی فاطمه خداوند از او راضی باد می دانستند که پیامبر انسان هستند و این دنیا را ترک میکنند و گفتند که ای پدرم که دعوت پروردگارش را اجابت نمود. و باز در دوام گفتند: ای پدرم که جنت الفردوس جایگاه اوست، ای پدرم خبری وفاتش را به جبرائیل می رسانیم. چون جبرائیل علیه السلام دوست پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، در دوام 23 سال به پیامبر صلی الله علیه و سلم آیت‌های خداوند را می رساند. به این سبب حضرت فاطمه گفتند که خبری موت پیامبر را به جبرائیل می رسانیم. این به مانند این که وقتی که یکی از نزدیکان ما می گذرد، این دنیا را ترک می کند، ما به دوست نزدیک او می خواهیم که خبر را رسانیم. این چنین حضرت فاطمه به این سبب گفتند که خبر را به جبرائیل علیه السلام می رسانیم. و در دوام راوی انس خداوند از او راضی باد می گوید: و وقتی که پیامبر را دفن کردیم، حضرت فاطمه گفتند: آیا برایتان خوش گذشت که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم خاک ریختید؟ یعنی آیا شما پیامبر را دوست می داشتید و وقتی که این دنیا را ترک کرد تیز او را دفن کردید؟ حضرت فاطمه این سخنان را به حضرت انس گفتند. حضرت انس باشد جواب ندادند، چون که می دانستند که فاطمه پدر خود را از دست داده است و او غمگین است. به این سبب هیچ چیز نگفتند به حضرت فاطمه، لیکن در جواب به خود می گفتند که چون پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما امر می کند که کسی که از دنیا می گذرد تیزتر آن را دفن کنید. این را علما در شریح حدیث می گویند. و به هر یکی ما معلوم است که زنها در چنین حالتها خیلی با احساسیت سخن می رانند، چون دلی نرم دارند. به این سبب حضرت فاطمه گفتند که آیا برایتان خوش گذشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم را خاک ریختید؟ فاطمه خداوند از او راضی بود
یگان سخنی نگفتند که خداوند از آن ناراضی باشد. داد و فریاد نزدند، رویکنی و موکنی نکردند و ببینید چی گفتند: ای پدرم که دعوت پروردگارش را اجابت نمود، ای پدرم که جنت الفردوس جایگاه اوست. یعنی این درس برای زنهای امت باید باشد. پس مادران و خواهران عزیزم، از فاطمه خداوند از او راضی باد درس عبرت بگیرید. وقتی که پدر و مادر خود را از دست می دهید یا یگان نزدیک خود را از دست می دهید، فریاد نزنید، سخنهایی نگوید که خداوند غضبش آید، داد و فریاد نزنید، مویکنی و رویکنی نکنید. به این کارتان هیچ نفعی به او نمی آرید. مانند فاطمه بگوید که ای پدرم دعوت پروردگارش را اجابت کرد، ای پدرم که جنت الفردوس جایگاهش است، دعا کنید، ذکر کنید. این است درس عبرت از فاطمه. خداوند از او راضی باد، چون این دنیا عاقبتش همین است. این دنیا دنیای امتحان است. روز نه روز همه ما این دنیا را ترک کرده می رویم و مهم آن است که در جنت الفردوس با هم باشیم و برای با هم بودن در جنت الفردوس باید در این دنیا تابع الله و رسول باشیم و امرهای الله و رسول را بجای آوریم و به هر یک مصیبتی که به سر ما می آید آن را با صبر جمیل گذرانیم و به قضا و قدر الهی راضی باشیم. این دنیا دنیای امتحان است. این دنیا کشتزار آخرت است. هر چی در این دنیا کاشتیم در روز آخرت جمع می آوریم. پس مصیبت ها را با صبر جمیل گذرانیم. اگر دنیا به کسی وفا می کرد و محمد صلی الله علیه و سلم وفا می کرد، چه روزها را گذراند، چه مشکلات ها را دید. 3 پسر خود را در وقت طفلی از دست داد و 3 دختر خود را در وقت جوانی از دست داد. اوست الگو و نمونه برای هر یک ما صلی الله علیه و سلم. پس دوستان عزیز، در همه مصیبت ها، مشکلی ها صبور باشیم و فراموش نکنیم که الله صابران را دوست می دارد. پس اگر خواهی که خداوند تو را دوست بدارد، در مشکلات، در مصیبت ها صبر بکن. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.